میکند. دادستانی شهر جیزخ ازبکستان به تحقیق نواری ویدیویی پرداخت که در آن کارمندان میلیسا با زن بدرفتاری میکنند. و قرار جنجال برانگیز مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی میخواهند که حکومت تاجیکستان برای گرفتن انداز از مشتریان اجازت بدهد. این شهر با من خونم پرافسایوز با میخدم برای همین شده همجا بیام اونجا در پیش خونم ایستادگی میفرام میگذارونم تمام. خدمات فدرالی امنیت روسیه میگوید سه تروریسم دستگیر شدند. با هدایت توجدین نظرов یک عضو خطرناک داعش میخواستند در مسکو عملهای تروریستی انجام بدهند. دو روز پیش ماموران امنیتی روسیه گفتند که سه شهروند تاجیکستان قصد داشتند مترو و دیگر جایهای سیرودمی مسکو را ترک کنند. توجدین نظرов با لقب ابو اسامه نورکی یکی از مبلغان داعش به شمار میرود و همکاران ما چندی پیش به زادگاه او رفتند. ابو اسامه نورکی اسمش تاجدین نظرов ساکن 30 ساله دهه ازبک لنگر شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیک داعش نام میبرند. وی آخر سال 2014 به گروه ممنوع دولت اسلامی پیوسته از طریق شبکه‌های اجتماعی عقیده های این گروه تندرو را تبلیغ میکند. کس نپرسید رفت دیگه کی میخواد که فرزندش برابر. محمد رحیم نظرов پدر 60 ساله تاجدین نظرov یا خود ابو اسامه نورکی میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد. ما ماه مارت 2015 خبر شدیم. ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی رفته دولت سوریه. پدر ابو اسامه نورکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش به داعش خود را گناهکار میداند. که ما همچون پدر ما گناهکار ما خودمون حس میکنیم. روی که پسر ما یخ وقتی ساختارهای قدرتی که میان ما خودمون گناهکار است چیکار کنیم دیگه که دست ما چی میدیگه. محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به داعش میبرد. از شهر نورک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نورکی به این راه رفتند. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است. میرزانبی خالقزاد، امردین عالم، دوشنبه، نارک، دوشنبه. برنامه را ادامه میدیم. والدان عمر علی نظرов یک کودک 5 ماهه توجیک که مرگ او در روسیه سر و صدای زیادی برانگیخت قصد دارند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برند. وکیل دفاع آنها اولگا تسیلینا روز 16 آگوست به رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه‌های روسیه در بررسی پرونده مرگ کودک توجیک بی‌عدالتی کردند آنها می‌خواهند دادگاه اروپایی این پرونده را بررسی نماید. روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات مأموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده‌های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم. ماه اکتبر سال 2015 ماموران میلیسا در روسیه والدان عمر علی نظرov را با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و کودک را از آنها گرفتند. یک روز بعد جسد کودک را به والدان برگرداندند و گفتند که او بر اثر بیماری که داشت فوتیده است. بعد بررسی دادگاه‌های روسیه گفتند که ماموران میلیسا در مرگ کودک گناهی ندارند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. سفیر آمریکا در سازمان ملل روز 15 آگوست دولت ایران را تنقید کرد که به گفته او می‌خواهد با هشدارها درباره دست کشیدن از سازش اتمی سال 2015 جهان را گروگان بگیرد. نیکی هالی در واکنش به گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد که روز پیشتر گفت در صورت اعمال تحریمات بیشتر از طرف آمریکا ایران می‌تواند در چند ساعت از سازش اتمی با قدرت‌های جهانی دست بکشد. اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند
یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. بر اساس این سازش در عوض محدود کردن فعالیت‌های اتمی قدرت‌های جهانی تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت نباید اجازه داد که ایران با استفاده از سازش اتمی جهان را گروگان بگیرد. برمیگردیم به توجیکستان. چند ماه پیش حکومت توجیکستان قرار برآورد که ترمینال های پرداخت الکترونی نباید از مشتریان فایز بگیرند. این اقدام قطع کاری بیشتر از 90% ترمینال های پرداخت پولی تلفن را در پی داشت. حالا مالکان ترمینال ها از حکومت طلب دارند که این قرار خود را بکار کنند. ساکنان هم میگویند کمبود چنین دستگاه های پولگذرانی آنها را سرگردان کرده است. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری نمود. صاحبان ترمینال های پرداختی در تاجیکستان از شرکت های موبیلی خواستند فایز مکافات پولی آنها را بیفزایند. حالا این شرکت ها برای خدمت رسانی تا 1.5% میگیرند که به قول آنها خراجاتشان را نمیپوشاند. به قول صاحبان ترمینال ها مکافات پولی باید از 4 تا 5% بالا برده شود. در این حال شرکت های آنها خودکفا میشوند. مجلس شدگی بود در همین اساس در همین مسئله که قرار حکومت رو قطع نمایند. یعنی عموما هم قرار نه همین که گرفتن ستانیدن فایز از مشتریان منع کرده شود همین پونکت رو همین از بکار کنند. بله. لیکن فکر من از روی معلومات ما گفتگی بعضی خدمات و وزارت روزی نشدن از اون نقصدارش که فایز مشتری زیاد شود، فایز از طرف شرکت های موبیلی زیاد شود، از مشتری گرفته نشود. فکر من شخصی که این بهتر است. تا بهار امسال فایز خدمت رسانی از حساب مشتریان ستانیده میشد. بر طبق یک قرار حکومت از حساب پرداخت‌های مشتریان ستانیدن فایده را برای صاحبان ترمینال ها منع کرد که باعث از فعالیت ماندن 4000 ترمینال پرداختی گردید. اما یعنی سوبیکتی که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوتشون کردیم باید گفتن که ما دیگه معلومات ما دیگه مبلغ نمیستونیم مکتوباشون رو پیشنهاد کردن بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون سر کردن. برخی از ساکنان به این نظرند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز با نظر داشت خرج راه تا مرکزهای خدمت رسانی برایشان ارزانتر می شود. برای چی که در پیش منایو کمپانی و بیلون تو میرای قبل وسپوری همین در نزدیک در پیش خونه امروز میزنید پلمونی میزگرونید تمام. این شهر به من خونم پرافسایوز با میکردم برای همین شده همینجا بیام اونجا در پیش خونم ایستادگی میفرام میگذرونم تمام. همکنون از 4000 ترمینال ها تنها 500 عددش فعالند. در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت یک نواری از ازبکستان نشر شده است که در آن دیده می شود چطور یک مأمور میلیسا با زن بدرفتاری می کند و با 2 دست از موی سر او می کشد. درباره این قضیه جنجالی صحبت داشتم با سیروجدین اسلام همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی. خوش آمدید به برنامه ما. و می گفتید که اصلا این ویدیو چگونه به دست شما رسید و اصلا معلوم است که ماجرای این زن و کارمندان پلیس بر سر چی است؟ این ویدیو رو ما دیروز پس از ظهر از یکی از مقیمای شهر جیزه گرفتیم. آن کس با ما همکاری دارد. در آن ویدیو چنانکه که میبینید یکی از 3 مرد که لباس پلیس را دارد با 2 دستش از مویهای یک زن ناشناسی میان سالا را میکشد. ولی ما نمیدونیم که این حادثه برای چی شده است، دقیقا سبب این جنجال چی است. اما امروز ما صبح از پروکراتور شهر جیزه موفق شدیم یک اطلاع کمتر بگیریم. به گفته آنها تفتیشات آغاز شده است و شایدم این تفتیشات بعداً به یک پرونده تبدیل یابد. حادثه خیلی دلگیر کننده است و نگرانی ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد پس از همین پخش ویدیوی ما. خب در صفحه شما هم این ویدیو نشر شد و خوانندگان شما چگونه واکنش نشان دادن؟ عموما کاربران در این باره چی میگویند؟ خیلی ناراحت شدند خواننده ها و خیلی متهم کردند که پلیس رفتار پلیس
خیلی زشت بوده و گفتن که باید به محکمه کشیده شود، باید پرونده باز شود و این پلیس باید به جزا کشیده شود. آیا در گذشته نیز موردهای بدرفتاری پلیس با ساکنان ازبکستان ثبت شده است یا نه؟ البته خیلی زیاد ثبت شده است، ولی در زمان حکمرانی اسلام کریموف این گونه حادثه ها البته پسی درهای بسته میماند و آشکارا نمیگفتند که مثلا نقض قانون از طرف پلیس شکسته می شود. ولی امروزها پس از انتقاد شوکت میرزیویف از پلیس مردم آشکارا از بد رفتار ضد قانونی پلیس انتقاد میکنند و با ما و پروکراتور حکومت زیاد عرض میکنند. برنامه 90 روزه مسکون کردن پناهجویان در امریکا یک مرحله پر از دوتاز برای آنهاست، چون باید جای برای زیست و کار پیدا کنند و با زندگی و فرهنگ در امریکا آشنا شوند. ولی همایش با جامعه در امریکا در 3 ماه میسر نمی شود. گزارشی که حالا میبینیم درباره یک زنی است که در ایالت پیتسبورگ به مهاجران و پناهجویان کمک میکند تا به جامعه همایش یابند. بعدی ترک افغانستان کاظم هاشمی اولین بار غذای امریکایی خورد. کار امریکایی پیدا کرد و اولین بار بازی تیم بیسبال راهزن‌های پیتسبورگ را در اینجا دید. بار اول است به این بازی آمدیم. در افغانستان مردم عاشق فوتبالند. هیچ چیزی درباره راهزن‌ها نمی‌دانند. تا آمدن به اینجا و تماشای بیسبال در این میدان، هاشمی راهی درازی را پیموده است. او در افغانستان برای سربازان امریکایی یک کاری خطرناک، یعنی ترجمانی میکرد. برای همین سال 2009 کار را بس کردم، چون به من و عائله‌ام تهدید کشتن کردند. با استفاده از روادید ویژه، هاشمی و عائله‌اش سال 2015 به امریکا آمدند. با وجود دانستن زبان انگلیسی و معاشرت با سربازان امریکایی، هاشمی بیگانه در کشوری بیگانه و با فرهنگی دیگرگونه بود. بعداً از سازمان غیر حکومتی سلام همسایه از پیتسبورگ نامه دریافت کرد. شما با خانواده‌های امریکایی شناس می‌شوید. فرهنگ امریکایی و در عموم همه چیز را درباره امریکا و مردمش می‌فهمید. مهم است بدانیم که پناهجویان آنهایی هستند که از ترس از جای گریختند. سلوان دیویدسون سلام همسایه را برای آشنا کردن خانواده‌های پناهجویان با امریکایی‌های تأسیس داد که آماده کمک به پناهجویان هستند. همین گونه او با تشکیل مهمانی و کتابخانه روی خانواده‌های پناهجویان را با عائله میزبان به مثل میشل بویم آشنا کرد. ما باید این مردم را به جامعه معرفی کنیم. باید آنها را با آغوش باز بپذیریم و برای همایش آنها کمک کنیم. حالا ارتباط بویم با خانواده پناهجویان از مرز میزبان و مهمان گذشته است و آنها دیگر به دوستان حقیقی تبدیل شدند. بچه های آنها 6.5 و 3 ساله و از من 6 و 2 ساله هستند. با هم بودن را دوست می دارند. در اینجا ما پیتسبورگ را شهر پل‌ها می نامیم و راجع به ساختن پل‌ها صحبت می کنیم. باید این فرهنگ وسعت یابد. سلام همسایه در پیتسبورگ یک پل را به دل هاشمی وصل کرد. ممکن است پل‌های نو فراتر از این شهر ساخته شود. سوان دیویدسون میگوید پشت الکترونی او پر از نامه‌های از دیگر جای هاست که می‌خواهند چون این برنامه داشته باشند. برنامه امروزی ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.